بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس رسالة نوري ين كردي نامه چارم دردنجي مكتوب باسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وعلى إخوانكم لا سيما إلى آخر برای من عزیز از نهاد لسر گلک بلند یه چیای چامه لدارکه مکو اوجی لسر دارکه مزن او چامه من خواه جمروفان دایا آلی او من هاوالتی و دوستانی آجال وحشی حیوان وحشی کریه دما من خواست که از به مروفان را صحبت بکنم از به خیالی و لجم خود بینم و صبر من بوتد اگر آستانگی یک در نکه و از دخوازم محک آن دو محان به تنی لور ببینم گوه که از وگریان باردای لسر دخوازتا از لچاره که بگرم که ام هفدیتنه که صحبت که روبرو به هف را بکن که از جدا بهتر مشتاقی بشنده من از نها لسر دارا چامه دو سه بیرانین خواهیم که هاتنت بیرا من دنویسم یا یکمین رازك وليا يعني سرك وليا كو هنجي محرمة بله راز سر جتا نوع وشاتن حالوكو وقتشو بشك أهل حقيقة مظهر نوع ودودن و ده مرتبه و هری مزنده بجلوه و وینوی به پنجره موجودات لواجب الوجود دنیرن عینا وصاجی جوی برای ویا کو هیچ اندر هیچ آنگوت قیمت و وینی نره ددم و خدمت و قرآن ده دوی دم کو دلالی و خزینه و بینیوهای دکر ده روشک ول جراحات یا داین کو مظهر نوین رحیم و حکیم ببه رساله و پیوان یعنی سوزلر همو تفده جلوه و مظهریتینه انشالله او پیوانا مظهر رازا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا نه یا دویمین او گوتنا خوش یا در حق طریق نقشیده یا در طریق نقشیبندی لازم آمد چاری ترک دنیا ترک عقبا ترک هستی ترک هات یا بیرامن بوی بیرانی را اف گوتنا هانه درکت کوله در طریق عزیمندی لازم آمد چار چیز فقر مطلق، عرض مطلق، شکر مطلق، شوق مطلق ای عزیز پاشه او هلبستو کتا نویساندی یا رنگین و زنگین یا کو کال روپرن رنگین یه کتابا گردونه بنه رهاتا بیرامن دیگر و هلبست من لستیرین آسیمانان نهیری من گود خواهدی که از هلبست وام بوما او من او تمام کرده با هر چقدر از درباره هلبست و نظمه ده نجهاتی بمجی دیسا من دست بکر لیمن نکاری بکم نظم و هلبست همو چو هاته بسر دل من ولی نویسان جبکو تو میرات خود منی هکتا بکه شیوانه یعنی نظم سر راست بکه ویا جنش که به هاتیه بیرو من اوه لستیران گهداری که لبه خطبه و شیرین بنیر حکمت نامه و نور و چو و گوتیه تف به حفر دا آخبن و به زمان حق هوله بیجن هر یک جمع ام مزناهی و سلطنت و قدیره که زلجلال را برهانه که نور افشانن هم جبوی هین و صانع هم جبوی یک بونوی هم جبوی هیزوی شاهدن ام به هزاران چاوین هور نیرن کو لوان معجزه نازنین یه روی عرده ین خمدان دیدن ایرن مینا گرو تماشه و فرشتهان جه آسیمان لعرده دنیرن بالا خطتن به حشته ان فیکین گلک دلالن کو به دست قدرت یه جمیله که زلجلال بدارا آفراندنه و بچقلن همو کهکشانان به هاتنه کرن ام هر یکی جخل که آسیمانان را مزگفته که سیارن مالکی هر تم دیگرنن هیریله که بلندن لمبه که بنورن کشتیه که گمیه که مزنن بالا فرکن
هر یک جمع معجزه که قدرت یا قدیره که ذل کمالن، حکیمه که ذل جلالن، هر یک جمع صنعت که خارقه لایق خالقن، حکمت که نادرن، داهیه یا خلقتن، عالم که یا نورینه. حالو به صد هزاران زمانان، صد هزاران دلیلان نشان دادن، لانسان کو انسان دادن تحقیرن. بدین چافرجایی چاویوی ایدی نوبینه روی ما، قد صحنو که گوتنا هر یک جمع آیتین کو حق دبیجنن. مهرا ما یکه، تغرای ما یکه، ام تسبیح کرن رب خانه، مینا عابدان ذکری دکن. هر یک جمع مجذوبه که منصوب خلقه و مزن یا کهکشانونه. الباقی هو الباقي سعيد كردي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.